سلام و درود هموطنان گرامی. امروز میخواهم درباره اینترنت صحبت بکنم. خواهش میکنم سخنهای من خوب گوش بکنین تا آخرش و این ویدیو را به همه دوستان برسانین. حکومت جمهوری تاجیکستان، شما برای مردم دانشگاه بیپل ندادین، شما برای مردم نان بیپل ندادین، شما برای مردم در راه علم هیچ کاری نکردین. کاری که اینترنت در دوامی بگیم که 15 سال اخیر در فکر تاجیکا آورد، شما هیچ وقت کار برای ملت نکردین. این ملت درسش از اینترنت خواند، این ملت راهش از اینترنت پیدا کرد، این ملت به تمام گوشه های دنیا رفت تا اینکه یک نالنان برای خانواده‌اش دوام بکنه. اینترنت برای ملت فایده زیاد آورد. اما شما امروز میخواهید همین را نرخش را بالا ببرید که مردم دیگر نتوانند این را استفاده بکنند. و یک پیام دیگر دارم برای حکومت. من سالهاست در راه مبارزه هستم، من سالهاست که حقیقت میگویم. اگر چندی در زندگی اذیت کشیدم، اگر در چندی در زندگی عذاب دیدم، اما هیچ وقت من از حقیقت گوییم دست نکشیدم. اینمی حقیقت دیگر هم گوش که حکومت. اگر سال 2012 صحبت میکردی درباره حکومت، 1000 نفر بر ضدت گپ میزد، امروز همون 1000 نفر 4 نفر شده. چون همون نفرایی که بر ضد تو گپ میزدن امروز میگن اکا گپای تو 5 سال پیش راست بودن. میفهمی که مردم از شما ناراضی هند؟ میفهمین که مردم شما رو دیگر دوست نمیدارند؟ شما چی چیزی را ارزان کردید برای این ملت؟ شما چی چیزی را برای این ملت آسان کردید؟ فقط حماقت، فقط قیمت کردن این چیز او چیز. چی برای ملت کردین که امروز اینترنت ملت از دستش میگیرین؟ چی خوبی های شما آوردین برای این ملت که نمیگذارین این ملت خوبی ها را از اینترنت پیدا بکنه؟ شما میدونید چقدر مردم ما از اینترنت سواد یاد میگیره؟ شما میدونید چقدر مردم ما از اینترنت برای خود کسب و برای خود فکر اندیشه نو پیدا میکنه؟ آیا شما بر ضد پیشرفت ملت هستین؟ در جایی که شما اینترنت را بیپل بکنید، هیچ کار شما برای ملت نکردید. هیچ کار شما برای ملت نکردید. ملت این را میگوید. ملت میداند که کی هست. ملت میداند که امروز همون آب جوشیده ایستاده است. مردم ناراضی اند از اینه که اینترنت را شما قیمت میکنین، سطح زندگی مردم را خوب بکنین. اگر شما میخواین 70 تومانی یک بگیم که گیگابایت بفروشین، حداقل 10,000 تومانی مردک معاش بدین. 700 تومانی مردک میگیره، باید 70 تومانش بگیم که 1 گیگابایت بخره برای خانوادهش. این چی معنا داره؟ مردک 5 فرزندش در روسیه هستک، هر روز باید با اونا صحبت بکنه. شما فکر میکنین که مردم در روسیه پول میروبن و جمع میکنن؟ این مردمی که در روسیه هستن بعضی هاش 4 ماه 5 ماه کار نمیکنن. چطور با عائله و با فرزنداشون گپ بزنن؟ من درباره خودم گپ نمیزنم، چون من به هیچ که گپ نمیزنم. اینترنت تاجیکستان برای من در کار نیست. اما ما برای مردم میگویم. شما اینقدر برای مردم ظالمی میکنین؟ نخواد که مردک اینترنت نتونه که خوب استفاده ببره. شما نگاه کردین پرده خانت یک بار نگاه که عصر 21 است. یک روز اگر سمبوسه نخوری باور کن معدت در وست میدرایه. یک بار پرسیدی از مردم عادی که چند بار در یک ماه سمبوسه میخورن؟ یک روز اگر منتو نخوری باور کن معدت با تو جنگ میکنه. اما از مردم پرسیدی که کی آخرین بار منتو خوردن؟ رخت خواب $2000 است. آیا فکر کردی که مردم در زمین خواب هستن؟ امروز با همین اینترنتی که نه تو سازش کرده، نه توی را به دنیا آورده، نه توی را تجهیزات داده، همین را میخوای از بین ببری. چون که میخوایی که پولی خود زیاد کنی.
این خلر پلا برای کی جمع میکنین شما؟ اگر شما بدانیم که پلا را جمع کنین برای ملت یکون کار بکنین، نه برای جیب خود. حماقت است. بس کنین از این حماقت خود، بس کنین از این کاری که شما خیانت به ملت میکنید. اینترنت را گران کردن، قیمت کردن، این خیانت به ملت است. چقدر دانشجوی ما از اینترنت استفاده میبرند، چقدر مهاجرای ما با فرزنداشان گپ میزنن هر روز، با دخترکان، با کودکان، با فرزندانکان زیباشان. شما چرا به ملت خود رحم ندارین؟ شما چرا به همین ملت که بیچاره رحم ندارین؟ در همین سوال ما یگان تا جواب دارین؟ ندارین جواب، ندارین جواب. خداحافظ دوستان، دیگر نمیخوام گپی بزنم. گفتم هیچ کس هم گوش نمیکنه. حقیقت هم بگوی میگن که نگو. حالی نگو امروز فردا خانه هاتون هم دولتی میکنن.